امشب ما 3 دعای را می‌آموزیم که هر یک شب ماه رمضان آنها را خواندن لازم است. هر شب. دعای اول پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر شب. در آخر حدیث ذکر کردند: ولله عتقاء فی کل لیله ان الله، که الله تعدادی معینی از انسانها را هر شب ماه رمضان از آتش دوزخ نجات می‌دهد. هر شب. اکنون سوال: وقتی ما میگوییم که کسی از آتش دوزخ نجات یافت، این چی معنا دارد؟ این معنای آن را دارد که او قرار بود به دوزخ رود ولی الله او را نجات داد. خداوند همه ما را از دوزخ حفظ کند. آمین. پس دعای اول چیست؟ ربنا اعتق رقابنا من النار. هر یک شب رمضان، نه تنها در 10 روز اخیر، بلکه هر شب و در هر یک سجده بگوی: یا الله، نام مرا در روی خط نجات یافتگان قرار ده. اگر نام تو در این سال نوشته شود، پس از این تا لحظه مرگت خلاص، تو شخصی صالح خواهی شد. تو مثل مردمان اهل جنت عمل خواهی کرد، زیرا که قرار الکی صادر شده است. الله استغفر الله هرگز قراری خودش را دیگر نمی کند. اگر سال 2025 نام تو در روی خط نجات یافتگان نوشته شود، تمام، تو الکی نجات یافته ای. دعای دوم پیامبر الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: هر کسی که لیلة القدر را دریابد، همه گناه‌های گذشته‌اش بخشیده می‌شوند. همه ما فضیلت لیلة القدر را می‌دانیم. خیر من 1000 شهر. همه امان دعا می‌کنیم که آن را دریابیم. دعای دوم: اللهم بلغنی لیلة القدر. اما من از شب اول دعا می‌کنم. من تا 10 روز اخیر انتظار نمی‌شوم. من همون از شب اول دعا می‌کنم. اللهم بلغنی لیلة القدر. 4 کلمه. یا الله، من خیلی جدی هستم. یا الله، منو از جمله آنهای قرار ده که لیلة القدر را دریافت می‌کنند. الله در سوره مائده می‌فرماید: انما یتقبل الله من المتقین. الله تنها، یعنی فقط و فقط، از تقواداران قبول می‌کند، از شخصانی پرهیزگار. دعا می‌کنیم که الله ما را از جمله آنها گرداند. علی رضی الله عنه گفتند: شما باید از خودتان هم زیاد درباره عملها و قبول آنها غم خورید. ما باید بیشتر در فکر قبول عملها باشیم، نه تنها خود عملها. ما روزه میگیریم، قرآن میخوانیم، دعا میکنیم، صدقه میدهیم، نماز میخوانیم، اما آیا این همه قبول میشوند؟ از این سبب دعای سوم این است: ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. یا الله، همه عملهای مرا بپذیر. من میدانم که عملهای من کم و ناکافی هستند. من از تو التجا دارم که آنها را قبول کنی. ما باید برای قبول عملهایمان دعا کنیم. الحمدلله ما همه این عملهای نیک را انجام میدهیم، اما باید از الله التجا کنیم که او آنها را بپذیرد. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. کدام پیامبر این دعا را گفتند؟ پیامبر ابراهیم علیه السلام. کدام وقت؟ وقتی که کعبه را بنیاد میکردند. تصور کنید، بنای کعبه را میسازند و میدانند که میلیون ها نفر در آن نماز میخواند، حج میکنند، اما باز هم از الله قبول عملها را طلب میکردند.